رسول الله و بعد. درس ما شما فکر کنم درس 4 باشه است، درس نظام سیاسی اسلام. در درس گذشته مختصر بحث ما در مورد بعد از اینکه دلایل از وجود نظام سیاسی اسلام گفتیم، تاریخ مختصر حکومت اسلامی را گفتیم. امروز او اندیشه و تفکری که در تقابل با نظام سیاسی اسلام از او نام گرفته میشه و مطرح میشه را میخوانیم که عنوانش سیکولاریسم. این اصطلاحات مثل که اکثر گپایی که ما شما میگیم در مسائل شرعی میره به طرف زبان عربی، چون منبع دین ما الحمدلله اسلام است. گپایی که غربی ها میگن اکثر گپایشون میره به طرف فلسفه یونانیان قدیم، اصطلاح دموکراسی، اصطلاح سیکولاریسم، اینا مفاهیم عظمی جنس دارن. کلمه سیکولاریسم دو مفهوم داره، یک مفهوم فلسفی و فکری و یک مفهوم سیاسی. معنای گپ چیست؟ یعنی ما وقتی یک کلمه را به کار میبریم باید مفهوم از او را از لحاظ کاربرد خود ما و از لحاظ کاربرد جانب مقابل باید بفهمیم. در مفهوم فلسفیش سیکولاریسم مترادف الحاد است، یعنی انکار وجود خدا در همه هستی و در همه زندگی، انکار همه امور غیبی که در این تعریف مساوی است با کمونیسم. دقت کردین؟ یعنی از لحاظ فلسفی اگر یک نفر سیکولار باشه معنای گپش است که هیچ امری از امور غیبی را قبول نداره، وجود خدا را اصلا در هستی انکار میکنه. مادیگرایی، مترادف کلمه مادیگرایی، مترادف کلمه الحاد، مترادف کلمه کمونیسم، با این کلمات از لحاظ مفهومی مترادف می آید. و از لحاظ سیاسی بعد معنای سیکولاریسم به معنای عدم دخالت دین در امور سیاسی. دقت کردین؟ این دو تفاوت باید مد نظر داشته باشین. گاهی وقتا یک نفر کلمه سیکولاریسم به کار میبره به مفهوم فلسفیش، با این مفهوم مثلا وجود خدا را در هیچ بخشی قبول نداره. اما کلمه سیکولاریسم به مفهوم سیاسیش به معنای است که یک نفر ممکن وجود خدا را قبول داشته باشه، ممکن قبول نداشته باشه، خب حق دخالت امور دینی در امور سیاسی را نمیده. دقت کردین؟ آله بستر اصلی ای فلسفه و این نظام طبعا غرب است و به همین خاطر هست ما میبینیم در جوامع غربی که اونها نظام های سیکولار دارن به صراحت تام برای مردم آزادی مطلق قائلن. هر دوی از اینها کلمه غالبا کلمه دموکراسی به عنوان روش حکومتداری را بگن که از طریق نظام های سیکولار به اصطلاح ارائه میشه. دقت کردین این مفاهیم؟ یعنی مثلا یک نفر میگه نظام دموکراسی زیربنای فکری و فلسفیش سیکولاریسم و هیومنیسم است. هیومنیسم یعنی انسانگرایی. این انسانگرایی و این هیومنیسم و این سیکولاریسم و این دیگه اندیشه های ضد دینی در چی بستره و چرا پیدا شدن؟ فهمیدن عوامل یک مکتب فلسفی و فکری ما را در فهم حقیقت از او کمک میکنه که بفهمیم چرا این گپ پیدا شده بین مردم. دقت کردین؟ به همین خاطر اگر ما از تعریف عمومی، البته تعریف اصطلاحی دقیق نیست بلکه تعریف مفهومی است که ما سیکولاریسم میگیم، به معنای جدایی دین از دولت. در معنای چیش؟ در معنای سیاسیش. در معنای فلسفیش به معنای جدایی دین از زندگی به صورت کامل. دقت کردین؟ طبعا زندگی ابعاد اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کلش داره. در مفهوم فلسفی سیکولاریسم به معنای از اینکه دین کاملا از زندگی میکشین. در مفهوم سیاسی چیزی که حداقل از بخش سیاسی چی میکنین؟ دین میکشین. و وقتی که اجازه دخالت را ندادین برای دین در امور سیاسی، طبعا باز اجازه تعرض بر از او را میدین. دقت کنید، به همین خاطر شما ببینین
یکی از افتخارات غربی ها است که وقتی مردم در جوامع از اونها بر علیه ارزش های و مقدسات دینی اهانت میکنه، دفاع از تعرض به مقدسات را به عنوان یک ارزش سکولار دفاع میکنن. متوجه شدین؟ مثلا وقتی چند وقت پیش در فرانسه علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم اهانت شد، نخست وزیر فرانسه از همین موقف دفاع کرد. به چی نام؟ چرا؟ میگه اینا ارزش هایی است که این نظام به او استوار هست، ارزش های فکری است. امی که یک نفر اجازه داشته باشه عقیده و فکر خدا ولو بر علیه هر کس باشه به کار ببره. همین میگه ارزش سکولار هست. میگه دولت فرانسه به عنوان یک دولت سکولار از ارزش های فکری خود دفاع میکنه و حمایت میکنه و به هیچ کس و به هیچ وجه میگه اجازه نمیدیم که کسی بیای ارزش های نظام ما را چی بکنه؟ نقض بکنه. در اینجا یک بی‌انصافی که یک عده از سکولارکا و چوچه سکولارا و کسانی که تحت تاثیر دیدگاه های غربی ها هستند آدم خیلی خوب میتونه بفهمه. اینا در ادعاهایی که مطرح میکنن منصف نیستن. وقتی یک مسلمانی بر اساس باور دینی خود خواسته باشه در جامعه‌ای که اونا مسلمان ها هستند ارزش های فکری و سیاسی اسلام تطبیق بکنه، 1000 نوع تعارض سر از او صورت میگیره، 1000 نام سرش میمانه، 1000 تاپه زده میشه برش. اما اگر یک نفری امی کار را میکنه به مفهوم بعدش هم اگر کد باز از او دفاع میکنه. دقت کردین؟ مثلا یک نفر میاد در اسلام میگه ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم و اسلام به عنوان یک دین ارزش های جامعه ما رو تعیین میکنه. در ارزش های جامعه ما مثلا کسی حق تعرض به مقدسات نداره، کسی حق گسترش فساد و فحشا را نداره. امیر برای مسلمان ها اجازه نمیدن. دیدین نه؟ از تبلیغات میکنن. اما وقتی غربی ها میاین خلاف همه ارزش های ابتدایی انسانی یک نظام برای خود میسازن و در او هیچ چیز، هیچ قید و بندی وجود نداره. هیچ قید و بندی، نه قید و بند مقدس وجود داره که مثلا کسی حداقل در مورد خدا و پیامبر و دین تعارض نکنه، نه اصلا مشکل نداره. حتی در امورات ابتدایی انسانی هم هیچ قید و بندی نداره. یک نفر مثلا در امور جنسی برای خود آزادی مطلق قائل است، میگه من میخوام کتگا ورزی کنم. تو اگر از این گپ مخالفت کردی با ارزش های جامعه، ارزش هایی که اونا معرفی میکنن و به نظرشون خیلی خوبم است، تو مخالفت کردی، یک آدم نمیفهمم تندروی و نمیفهم افراطیسی و فلان و فلان است. ببینید چقدر احمقانه است نه تعاملی که میکنن. در جامعه اسلامی ما حق داریم به عنوان یک انسان بر اساس فکر خود حکومت بکنیم. حق داریم یا نداریم؟ به ما حق نمیتن. ولو گپایی که ما میگه منصفانه هم باشه، عادلانه هم باشه، انسانی هم باشه، این حق به ما نمیتن. اما اگر یک غربی یک کار را بکنه ولو غیر انسانی باشه، ولو ظلم آشکار باشه، ولو حماقت واضح باشه، میگه خیره. خیلی یعنی واقعا حماقت کلان است نه؟ حالا مثلا در جامعه اسلامی وقتی اسلام میآید بر اساس یک ضرورتی، بر اساس یک ضرورتی و بر اساس یک نیازی برای یک نفر اجازه میده دادن همسر قانونی داشته باشه، از راههای قانونی ازدواج بکنه، مکلفیت‌های داشته باشه، عدالت رعایت بکنه. ما باعث چه قضیه دارم میفهمینی؟ سریع به اعتراض میکنم. اما اگر یک نفر در غر کتا 2 تا خر یک جای عروسی کنه هیچ مشکل نیست. امی درسته باور کن. اصلا امی واقعیت دیگه باشه نیست. او خیلی خوب است و قابل تایید، این خیلی بد است و قابل رد. ای که گاهی وقتا خود قرآن کریم میگه کسی که از ارزش های دینی مبرایه واقعا از ارزش های ابتدایی انسانی مبرایه. این گپ مبالغه نیست. خب متوجه شدین؟ ممکن در ذهن خیلی ها گاهی وقتا این سوال بیاید، حتی گاهی وقتا ممکن یک نفر جرأت بکنه این سوال مطرح بکنه، گاهی وقتا جرأت نکنه مطرح بکنه. گاهی وقتا قرآن کریم کلمات بسیار تند به کار میبره. نیست مثلا میگه کفار کسی است که عقل داره نمیفهمن، گوش داره نمیشنون، چشم داره نبینه، از حیوانم بدترن. گاهی وقتا ممکن از این یک آدم مسلمان میگه که چه خورگیم تو گپ گفته اصلا نباید میگه مثلا نه اما تو شدن کت خودت نه نباید این قدر باید تو میچاره رو میگفت. اینمی گپ دقیق است و باید میبود. متوجه هستین من چی میگم نه؟ یعنی این به اصطلاح غلط نیست، این مبالغه نیست، این بیان یک واقعیت دقیق و درست است. این مثالاش شما ببینید حقیقتا آیا
سیکولارها در مورد تعدد ازدواج اعتراض دارن یا نه؟ تعدد ازدواج چی را میگه؟ یک مرد با یک زنی بر اساس یک تعهد میره ازدواج قانونی میکنه، حقوق و مکلفیت های زیاد. چقدر شرایط داره دیگه میفهمین نه؟ سر از اعتراض میکنن. اعتراض میکنن یا نمیکنن؟ اما اگه یک نفری در غرب کت خر، کت شادی، کت درخت، که یک نفر دیگه کت خود، نصف خود از مرد کرد، نصفش خود از زن کرد، کت خود، کت نفهم چوب، خلاص هم هر چی خوش هر چی خیلی کار خوب است. واقعا این در مفاهیم ابتدایی انسانی هم گنجایش داره واقعا. باز بدبختانه تر وقتی است که یک کسای از همین مفاهیم به نام اسلام دفاع میکنه. متوجه شدید؟ یک نفر میاد میگه که بله همین دین من نمیخوام، نرکی هم تو واضح گپ میزنه میگه آفرین تو گپت خوب معلوم است. نه نمیفهمم، من سکولارم، همین دین من کار ندارم، نظام اسلامی رو نمیخوام. و تو شما خیلی خیر ببین اینا مشکلشون حل است. مشکل از چیست؟ از اون خبیثایی است که میگن ما مسلمان هستیم اصلا اسلامی نمیرکم. همین دیش دو سرش بیشتر یک مقاله از همین نیمچه سکولار کار حالیم که سابق استاد ما بوده اون درس میداد، حالا سکولار شده گپا چتیات میگه. باور بکنید خیلی خنده‌آور بود برای من. آمده بود در مورد نظام اسلامی گپ زده بود، میگه بعضی‌ها نظام اسلامی میگن هیچ تعریفی برای نظام اسلامی نداره. خب خیلی خوب، تعریف از نظام اسلامی نداری. سوالای را مطرح کرده بود. مثلا سوالای را مطرح کرده بود چی رقم؟ شما باید قانون را تعریف بکنین، نظام را تعریف بکنین، تفکیک قوا را تعریف بکنین، اصطلاحاتی که در مورد نظام سیاسی مطرح است. میگه تا که اینا رو تعریف نکنید مثلا گفتن نظام اسلامی غلط است. میگه یک اصطلاحی است که گاهی وقتا یک نفر به خاطر رسیدن به اهداف خودش استفاده میکنه. خیلی خوب، امینا باس میان چی رو نظام اسلامی معرفی میکنن؟ نظام معرفی میکنن یک نظام درست برای زندگی، دموکراسی ده. خب دموکراسی چیست؟ شما ببینین منصفانه، من میخواستم اگه کدوم روز فرصت شد متن گپای از رو میاریم باز ببینین که واقعا جالبش این گپای خود از یک طرف جالب است. باز گپایی که مردم در تاییدش میاد جناب فلانی خان صاحب نفهم قلم شما نفهم مستدام بود که قلم شما سبز داد که بسیار گپای نوازی استفاده کرد کتا داده ببین خدا اینا واقعا اینا امیر رقمن یا امیر رقم تظاهر به این رقم کارا میکنن. باور بکنید برادرم خیلی جالب است. این روز من متن رو میارم نفر رو شاید کلتانم بشناسین. بر ترتیب حتی آدمای بسیار کلانه خیلی میگم ما استفاده کردیم از دیگه پویک گفتی. خب چی گفت؟ میگه اصلا نظام نداره. خب البته حداقل در حد فرضیه قبول میکنیم نظام نداره. برای اداره جامعه ما به نیاز داریم. بله. بدیل شما چیست؟ دموکراسی. دموکراسی با چه تعریف؟ با تعریف غربی ها میگن. خب کجای از این انسانی است؟ عدالت و دیگر ارزش ها را کنار میمونیم، اما ابتدایی ترین مفاهیم انسانی در کجای از وجود داره؟ حالا شما مسخره بازیایی که امروز در امریکا هست میبینید چی جور شده اون دنیا. حالا اگه کسی بگه نه ما دیگر رقم دموکراسی میخوایم، خب کدام رقم دیگه کدام رقم دموکراسی میخوایم؟ مثل از اینکه ما مثلا وقتی میگیم نظام اسلامی میخوایم معلوم داره است میگیم نظام اسلامی که پیامبر صلی الله علیه و خلفای راشدین کرد. الگوی اصلی هم نیست. آلوده و پیچیدگی وجود نداره. درست؟ اینا بگه ما نظام اسلامی میخوایم که دموکراسی. خب مثلا دموکراسی نمونه عینی داره یا نداره؟ اگه گفت بله داره، کجاست؟ در غرب امیر رقم میخوای؟ واقعا امیر رقم میخوای؟ خب اگه بگه بله خب خیلی خوب، کجای از این نظام انسانی است؟ کجای از این مصالح انسان ها را تامین میکنه؟ دقت کردید ما وارد از این قبیل بر ترتیب مقدمه کمی طولانی و بجای هم شد. گپ مهمی است که چرا سکولاریسم ایجاد شده؟ عوامل ایجاد سکولاریسم در کجا و چرا بودن؟ نظام های فلسفی در طول تاریخ بر اساس عوامل مختلف اجتماعی شکل گرفتن. نظام هایی که فعلا در دنیای معاصر از لحاظ فلسفی و فکری و اقتصادی و سیاسی شکل گرفته، بستر پیدایش اینها اروپا است. چی زمانه؟ اروپا بعد از اینکه به مسیحیت گروید در تحت اداره دین نصرانیت قرار داشت و کسانی که تاریخچه دین نصرانیت را میدانن این را میفهمن که دیق بکنه اصلا برش پیدا نشد، مساعد بیخی نشد. متوجه شدیم؟ این کمی تفصیلی است، خب من مختصر به اشاره میکنم. زندگی نامه عیسی علیه السلام شما میدانید. و صورت معجزه‌گونه از مادر بدون پدر تولد میشه، در طفولیت
به یهودی ها میگه ما پیامبر خداست. همون طفولیت وقتی که تولد شده تازه خوب میشناختن، کلش که یهودی ها او را میشناختن، اما وقتی بزرگ شد گفت ما پیامبرم، اون موقع که در طفولیت گفتن نه تو نیست. هیچ بستر اجتماعی براش مساعد نشد که انجیل مثلا بیا جمع آوری بکنه، تدوین بکنه و مفاهیمی از دینی را که الله براش نازل کرده بود تطبیق بکنه. این بستر براش اصلا مساعد نشد، رفت. الله متعال رو با آسمان ها برد و مسیحی ها در تاریخ خود در تحت فشار نظام های حاکم در جامعه که زندگی میکردن بودن. غالبا مناطقی که مسیحی ها زندگی میکردن دوران تحت حاکمیت امپراتوری روم بود و رومی ها عقاید مختلف شرکی داشتن. یکی از عقاید شرکی رومی ها معتقد بودن به تثلیث بود. معتقد بودن به چی؟ سه خدا و معتقد بودن به سه خدا. حداقل شما مردم خود سریال زیاد میبینین دیگه، همین سریال مردان آنجلس هم که دیده باشین که میگن خدای جوپیتر والا و نمیفهم بچه شو بابا باشین. یکی از عقاید امپراتوری روم عقیده تثلیث بود و مسیحی ها همیشه به خاطر تحت حاکمیت دین امپراتوری روم زندگی کرده بودن، به خاطر عقاید خود تحت فشار بودن، همیشه تحت فشار بودن و تحت تعقیب بودن و قانونی اجازه دینشان آزاد نبود. گفتم حداقل شما در این سریال میتونین وضعیت حاکم از اون مردم چی بکنین. و طبیعت انسان ها هم وقتی به خاطر عقاید خود توسط نظام های حاکم تحت فشار قرار بگیره، در جستجوی پیدا کردن نقاط مشترک میان خود و میان چی میشه؟ نظام حاکم میشه که به خاطر از او تحت فشار است. این طبیعت انسان هست. مثال برای شما بگم، در جهان اسلام زمانی که کمونیسم حاکم بود، نه چقدر ملاهای احمقی بودن که در تلاش ازی بودن که نقاط مشترک میان اسلام و کمونیسم بر اساس عقیده خودشان خوب کلان نشان بدن، خوب کلان بشن بدن. حتی کتاب نوشته کرده بودن الاشتراکیت الاسلامیه. یعنی چی؟ یعنی کمونیسم اسلامی. چرا این رقم است؟ به خاطر که میخوان از فشار حاکم چی بکنن؟ مثل که آل شعار دموکراسی اسلامی، دموکراسی اسلامی. اینا رو کیا سر میتن؟ یک عقیده آمده در جامعه حاکم شده. دقت کردین؟ و وقتی تو با اون مخالفت بکنی طبعا تحت فشار قرار میگیری دیگه. فشار گاهی وقتا تا حد مرگ میشه، گاهی وقتا تا حد زندان، گاهی وقتا تا حد دیگه میشه مشکلات. حالا یک نفر به خاطر خود از این فشار بکشه، گوش میکنه بین خود و بین عقیده حاکم یک چی ایجاد بکنه؟ نقاط مشترک ایجاد بکنه که ما شما مشکل نداریم، ما غرض نگیریم. دقت کردین؟ مسیحیای بیچاره هم خیلی مدت زمان زیاد تحت فشار عقیده امپراتوری روم بودن، شکنجه میشدن، اعدام میشدن، کشته میشدن. بالاخره یکی دیشان گفت کو بدارم ما شما اختلاف جدی هم نداریم. شما میگین که خدا سه تاست، بله خدای پدر، خدای پسر. ما میگیم این مسیح علیه السلام که ما میگیم پیامبر است، امیر پدر نداره، این بچه خدا هست. دقت کردین؟ خب این طرف اونا یک تا خدای دیگه قائل بودن. خب چی گونه این خلق شده؟ خب جبرئیل علیه السلام روح القدس آمده ایره به مریم گفت یعنی یک تا خدای دیگه هم پیدا شد، به مشکل حل شد. شما میگین سه تا خدا، ما میگیم سه تا خدا، نامشان فرق داره. شما میگین جوپیتر، ما میگیم خدای پدر، یا مثلا مسیح یک چیز دیگه میگه. بانی ما بیچاره این حالتا یک عده از کسانی امیر رقم چی شد؟ عقیده حاکم غلط در جامعه مسیحیت کم کم رخ نکرد در دین چی؟ در دین عیسی علیه السلام. اما این عقیده غلط رسمیت نیافته بود، رسمیت پیدا نکرده بود، در اذهان مردم باقی مانده بود و هم یک عده مردم تا زمانی که در قرن چهارم امپراتوری روم مسیحی شد. امپراتوری روم چی شد؟ به دین نصرانیت گروید. وقتی امپراتوری روم به دین نصرانیت گروید، متوجه یک نکته شد و این بود که در میان مسیحی‌ها در مورد منابع انجیل اختلاف بسیار شدید است. هر دین باید یک منبع از خود داشته باشه. خب دین مسیحیت منبعش چیست؟ انجیل. انجیل کدام است؟ من پیشتر گفتم که چون عیسی علیه السلام برایش یک بستر اجتماعی مساعد نشده بود، همیشه در حال فرار بود، تعداد پیروانش هم خیلی اندک، حواریون عیسی نتونست که انجیل به صورت کامل تدوین بکنه، در بین پیروان خود شایع بکنه. واقعی بانه در امی حالتی که عیسی علیه السلام بود و بعد از او رفت، هر کسی از دانشمندای مسیحی یا مردم کوشش میکرد زندگی نامی عیسی را پیش خود نوشته بکنه و در ضمن زندگی نامی عیسی علیه السلام چیزهای از تعالیم عیسی را هم چی بکنن؟ نوشته بکنن. امی چیزهایی را که نوشته میکردن به عنوان انجیل پیش خود نگاه میکردن. دقت کنید، مثل که در تاریخ اسلام با شما سیرت نوشته شده، نه؟ سیرت نوشته شده زندگی نامه پیامبر اصلا خود طبعا بعضی از تعالیم پیامبر در اون میاد، اما آیا حقیقتا کتابای سیرت میتونه جایگاه قرآن کریم بگیره؟ ممکن است؟ به هیچ وجه ممکن نیست. خب به همین خاطر در جهان مسیحیت به صدها انجیل پیدا شد.
چرا هر کسی تو خونه بود که مثلا اون آزادی اجتماعی داشته باشن، بیان کنار هم جمع شن، بگن اینا مثل در دوران ابوبکر رضی الله عنه صحابه همگی جمع شدن، قرآن کریم به صورت پراگنده بود و در یک کتاب جمع کردن. این زمینه بر از اون اصلا نبود. هر کسی خودش به اصطلاح کنجک خانه خود چیزایی را نوشته میکرد به نام زندگی نام عیسی. بعد هر کسی چیزی خودش نوشته کرده بود میگفت همین انجیل معتبر از ماست. صدها انجیل در جهان مسیحیت پیدا شد و هر کسی هر کدامش یک چیز داشت. حالا پیدا کردن انجیل حقیقی از بین از اینا خیلی سخت بود. وقتی که امپراتوری روم مسیحی شد، بر از اینا یک بستر اجتماعی پیدا شد. امپراتوری روم تلاش کرد که اختلاف موجود در جهان مسیحیت در مورد انجیل حل بکنه. چی کرد؟ یک کنفرانس به اصطلاح امروزی اگه تعبیر بکنیم یک کنفرانس بین المللی را برگزار کرد، دانشمندان مسیحی را کلش جمع کرد، آمد که خب چطور بکنیم ولی انجیلای ما شما کدام انجیل اصلی است. در اینجا دو گرایش وجود داشت و اختلاف شدید در بین علمای مسیحی در مورد هذی بود. یک ای که حقیقت عیسی علیه السلام چیست. گفتم در بین یک عده از مردم مسیحی عقیده تثلیث شایع شده بود و این تثلیث از کجا بود و چه رقم آمده گفتم درست است. یک عده از ملاها و یک عده از کتابهای هم که به عنوان انجیل نوشته شده بود به صورت ضمنی یا به صورت صریح گاهی وقتا این عقیده را در خود چی کرده بود؟ جا داده بود. در اینجا حدود نزدیک به 300 نفر چیز کمتر و بیشتر از دانشمندان مسیحی جمع شده بودند. اختلاف از اینها در مورد این شد که آیا حقیقت عیسی چیست؟ آیا عیسی خدا و بچه خداست یا نه عیسی بنده خدا و رسول خداست؟ کدام از اینها است؟ اکثریت قاطع علمای مسیحی که در این کنفرانس اشتراک داشتن و هر کدامشان کتابای معتبر پیش خود داشتن به عنوان انجیل، اکثریت قاطع از اونها نظرشانی بود که عیسی رسول خداست و بنده خداست. و کتاب‌های هم که پیش از اونها بود چی بود؟ امی عقیده را تایید میکرد. غالبا اگر ما تعدادش اشتباه نکنم حدود 19 نفر از علمایی که در بین نزدیک به 300 نفر در این جمع اشتراک کرده بودن طرفدار از این بودن، میگفت نه عیسی خودش خداست، بچه خدا هم هست. و کتاب‌های هم که پیش از اینا بود امی مورد چی میکرد؟ تایید میکرد. حالا تصمیم گیرنده این مجلس کیست؟ امپراتوری روم. امپراتوری روم عقیده قبلیش چی بود؟ سه خدایی. طبیعت انسان هاییست وقتی یک دین جدید هم پیدا بکنه کوشش میکنه با گذشته های فکری و تاریخی خود و وابستگی خود نگاه کنه. این طبیعت انسان هاست ولو غلط هم باشه. به عنوان مثال چقدر وقت میشه در افغانستان اسلام آمده؟ 1400 سال میشه. تا هنوز در بین مردم عوام ارزش های فکری و رسم و رواج های تاریخی دین زردشت وجود داره یا نداره؟ 14 سال هنوز هم هست. و بدبختی است که تا یک ملای باشه دفاع نمیکنن. همین که نوروز میشه که یک زر شروع میشه. حالا که نوروز حلال است که جایز است که فلان شده و بیمدان شده و میگه چدان کنه دیدن دیگه. این ارزش های تاریخی از چه وقت است؟ از همون وقت است. اگر کسان هنوز هم بسیار سخت ازش میکنن اینا ارزش های تاریخی ما نگاهش باید بکنیم دیگه. مشکل فقط رنگش عوض میکنیم که نامش قبلا بود مثلا یه نوروز به عنوان دین در چیز مجلس، حالا ما این نامش میمونیم نوروز میله گل سرخ مزار میریم و جالب است حتی مکانش هم تغییر نمیدن. خب بلخ امروزی مرکز برگزاری تجلیل از دین زردشت قبل از تاریخ اسلام مرکز اما جاش هم تغییر ندادن. و این که مثلا چیز به نام زیارت به نام منصوب علی رضی الله عنه در بلخ پیدا میشه و باز ایره کلان میکنن و باز مثلا روز نوروز در همونجا میشه و باز میله گل سرخ هم همونجا است. اینا هر کدامش عوامل داره. خب ارزیابی از این چیه دقت کردین صورت بالا میکنن نفهم چی اینا عوامل داره. دقت کردین؟ هدف فقط متوجه این نکته شوین که طبیعت یک عده زیاد انسان ها چیست ولو عقیده نویرم پیدا بکنه گذشته های خدا میخواد چی کنه؟ حفظ کنه. امپراتوری روم دید که والا می گپایی که ما قبلا نگفتیم او هم آل بد نیست. این در دین مسیحیت ما میتونیم عقیده خدا چی بکنیم؟ نگاه بکنیم. از بین صدها کتاب 4 انجیل رسمی اعلان کرد بعد از این کنفرانس و از بین صدها نفر عالمی که در این کنفرانس بود دیگراش ممنوع تبلیغ و ممنوع تدریس کرد. فقط همونایی که محتویات همین کتاب ها را قبول داشتن و عیسی را خدا و بچه خدا میگفتن رسمی اعلان کرد. انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل مرقس و انجیل یوحنا. این 4 انجیل بعد از قرن 4 در جهان مسیحیت رسمی شد که عقیده تثلیث اینها وجود داشت. دیگه کتاب های انجیل که عقیده تثلیث رد میکرد کاملا چی شد؟ کتاب ها را از بین برد، علماش هم ممنوع تبلیغ و ممنوع تدریس کرد. یعنی تحریفی که در عقیده مسیحیت شده بود در جهان مسیحیت رسمی شد دیگه. دقت کردین منابع هم چی شد؟ رسما فعلا هم در جهان مسیحیت 4 انجیل رسمی است. فعلا هم چه 4 انجیل رسمی است. در حالی که الله چند تا انجیل نازل کرده؟
یک تا نازل کرده دیگه. این 4 تا از بین چقدر انتخاب کردن؟ صدها تا انتخاب کردن. و اینا اینطور نیست که کلش یک چیز میگه، یکی یک چیز میگه دیگه چیز میگه. دقت کردید همین انجیلایی که فعلا هم هست، من البته مطالعه کردم، ترجمه فارسی هم پیش من هست، یکی یک چیز میگه دیگه چیز میگه. خب هیچ رقمی نیست. و جالب چیز اغلبا انجیلا رو وقتی شروع بکنید شما از نسب عیسی شروع میشه، عیسی بچه فلانی تا میبرنش تا آدم رسه، باز میگید بچه خدا هم هست. یعنی رقم سردرگمی است که نگاه وقت کردیم مبلغین نصرانی گاهی وقتا بحث کردیم، باور کنین بیخ طفلانه گپ میزنن. آخرین گپشون است خب وقتی در مورد تثلیث و سه خدای جالب است، میگن که خدا خداست، خدای پدر، عیسی هم خدای پسر است، روح القدس هم خدا، باز پس از این سه خسته خدا باز پس یک خداست. حالا که تو بگی تو هوشیار هستی یک جمع یک میشه، میگن نه یک جمع یک میشه یک. باز میگی خو عقلانه اینجوری میگه این یک معماست باید قبول کنی تو. معما رو چی خدا بود گپ بزن تو. دقت کردن که یک همخش بود، یک وقت بحث میکردیم باز میگفت که والا ما میگه بار خود زیاد نمیفهم خود چیست، اگر شما دین مسیحیت قبول کنین باز براتون یک پاسپورت بین المللی میدیم. ما گفتم شما تجارت دارین یا دعوت به دین؟ اگر دعوت به دین دارین شما باید با یک منطق و استدلال یک نفر به حقانیت دینتون دعوت بکنین. میخوام شما بگین که یک دین فروشی دارین خصوصا ما پیسه میتین به دین بگیرین. دقت کردین یعنی هدف اگر نیست که منطق بسیار احمقانه و پوچ دارن و نمیتونن از دفاع بکنن. خب این 4 انجیل در جهان مسیحیت وقتی به اصطلاح رسمیت پیدا کرد، این زمینه ساز بسیار خوبی شد برای سوء استفاده برای رهبران دینی نصرانیت. دقت کردین؟ برای رهبران چی؟ دینی نصرانیت. ما یک اصطلاح گاهی وقتا خیلی از اصطلاحات در بین ما شما معمول شده، ریشه اصطلاحات خیلی خوب نمیفهمیم. ما شما اصطلاح داریم به نام روحانیون، نه؟ بین ما شما معمول بر علما روحانیون میگیم. این اصطلاح از کجاست؟ از جهان مسیحیت. چرا در اسلام با این تقسیم بندی وجود نداره؟ روحانیون یعنی چی؟ یعنی در مقابل دیگه جسمانیونن. خب علما روحانیون، ما شما جسمانیونیم بیچاره. دقت کردین این تقسیم بندی است. در اونجا بله همین رقم هست، در جهان مسیحیت همین رقم هست. روحانیون مسیحی یعنی کسانی که بعضی از کارهایی را که از نیازهای اولیه جسم هم از باید چی بکنن؟ انجام ندن. مثلا ازدواج. راهب مسیحی و راهبه مسیحی حق ازدواج نداره. چرا؟ چون ازدواج یک ضرورت چیز جسمی و این خود چیز روحانی است دیگه، جور نمیاد. دقت کردین از این طریقه راه را بر ازدواج برای خود چی کردن بیچارا؟ بسته کردن. خب اما غریزه شهوت خود وجود یک نفر از 1000 دفعه تو روحانی بگی بازم شهوت در وجودش هست، نه؟ به خاطر حل از او چطور میکنن؟ تجاوز جنسی. یکی از بزرگترین بدنامی های رهبران کلیسا که بارها در حداقل آدرس‌های چی هم شما میبینید، نه؟ صفحات خبری تجاوز سر زنا، سر اطفال بین خودشان، نمیفهمم جنسگرایی زدبندهای زیاد دارن. دلیلش چیست؟ دلیلش چیست که میخوان یک انسان را که موجود جسمانی و روحانی است روحانی بسازن. خب نمیشه دیگه. دقت کنید این جنجالای دیگه باقی بمونه. از راههای طبیعت علما گاهی وقتا مثال میتن، میگن که شهوت و دیگه غرایز وجود انسانی مثل آب است. دقت کنین در یک ظرف که بندازینش از حدش که بالا رفت راه به خود پیدا میکنه که باید برای. دقت کنین راه اگه تو راه سالم برش مانی خودم راه مسیر خودش بره که نمانی خرابی میکنه. به هر ترتیب اینا یک طبقه خاص جور کردن به نام روحانیون یا رجال دین یا روحانیون و اصطلاحات از این قبیل. اینا چی کاره هاین؟ اینا نماینده های خدایان در زمین. گپی که اینا میگن گپشون گپی کیست؟ گپ خدا. اینا اگه یک نفر بخشیدن خدا میبخشه، اگه یک نفر خواست عذاب کنن خدا عذاب میکنه. دقت کردین؟ و این مسخره بازی های کلیسا باعث چند گپ شده بود. یک، استبداد فکری، سوء استفاده از دین. برای مردم اوراق بخشش توزیع میکردن. فعلا هم در جهان مسیحیت هم فعلا هم همین رقم معمول است. مثلا شما مرتکب گناه شدین، در اسلام چی رقم است؟ خب توبه میکنی خدا مرا ببخش، الله میبخشه دیگه. نیاز نیست که به اعلان بکنی، نیاز پیش ملا که ملا سمنت کردی. پیش خودت خود پیش الله چی بکن؟ توبه بکن، الله متعال تو رو میبخشه. اگر حق کلام نفر ضایع کرده بودی جبرانش بکن. در دین مسیحی رقمی نیست. بعد چی بکنی؟ بری پیش پدر روحانی. پیش کی بری؟ پدر روحانی. بر پدر روحانی میگه که پدر من فلانی کار کردم اون تو کردم دیگه. خب چطور میشه؟ میگه خب چند دفعه بده که باز میبخشه. یک چند دفعه برش میدی چی میشه؟ باز میگه برو تو رو بخشیدم دیگه، یکم دیوانگی نکنی. خیلی خوشحال میشه. همین فعلا هم خود شما حداقل در ویدیوها خود دیده باشین کلیسا را، نه؟ یک تو صندوقک خاص داره در اونجا. در صندوقک میری اعتراف به گناه میکنی.
امیر میخواستم بگم، یعنی کاری که متعلق به الله اینا به خود گرفته بودن. عملا تکت میفروختن. تکت چی؟ تکت جنت. یک نفر میگه والا کلیسا می شما نماینده خداوند. بله خداوند گپ شما رو، گپ ما میگفت زمین، گپ خداست از آسمان. خلاص فرق نداره دیگه. خب شما کل کارین؟ بله ما کل کاریم. جنت منت هم بده شما. بله. خب میگم ما یک چند بس زمین کار دادم در جنت بفرما. و یعنی قدر سال پیسه میگرفتن، رسما تکت میدادن. کاری صاحب از کارهای دیگه. دقت کردین؟ یک داستان میگم من در مورد سند زیاد مطمئن نیستم اما مفهوم گپش دقیق است. یک آدم هوشیار بوده، غالبا بود یک جریان جدید در مسیحیت ایجاد هم کرد. او آمد بر رهبران کلیسا گفت که همیشه صلاحیت‌های شما مثل صلاحیت‌های خدا وارد. بله. گپای شما گپ خداست. بله. خب خیلی خوب است. شما مالک جنت و دوزخ شما این. بله. خب خیلی گفت ما اومدیم دوزخ می‌خریم. مردم عجب دیوانی کل مردم جنت تو دوزخ میگه تو خود دکاندار از یا بابک است. خب فروش نست. این خریدار پیدا شده. اول رهبرای کلیسا متوجه نشدن که چی میخواه. غالبا مارتین لوتر هم میگن همین داستان در مورد از اون میگن. او کلیسا دیدن که والا مردم به خاطر جنت پیسه میده، به خاطر دوزخ پیسه نمیده. یک احمق پیدا شده بر دوزخ پیسه میده. یا یه سر از این فروشن دیگه خود خریدار. یک مقدار گزاف پیسه هم گفتن پیسه رو پیدا کرد آمد برای این لودان برای سند دادن. این هم سند گرفته. سند از کیست؟ از کلیسا. شما کیستین؟ رهبرای دینی. نماینده‌ای کی؟ نماینده خدا. خیلی خوب. من در بین مردم برای من گفت اومدم شما چرا جنت میخرین؟ والا روز قیامت از جنت از دوزخ از خدا محاسبه میکنه. گفت شیلالایتون دوزخ خریده. با خدا اگه یکی طرفانم که سند رسما هدف گپی بود که بیدار بکنه مردم. کلیسا دید که والا دکانداری از یا خود بسته میشه، رفتن به هزار هزاری پس دوباره او را از پیش خریدن که چیز میگی یا همون تو اینجا استاد هستی. دقت کردید این دوباره گفتم میشه که والله حالا گفتم مورد صحت از این گپ چی نیست، اما همینطور موارد یعنی از لحاظ مفهومی درست است. پس رفتن که آدم میره خم دیوانگی نکو دکانداری ما رو بستن نکو تو دوزخ که مالک شی. ولی اگه مردم از باشن تا بخرم پس دوباره قیمت بسیار گزاف پس پیش خریدن که اختیار دوزخ شما باشه که مردم از ما بیا جنت تا بخره دیگه. و دیگه احمق بازی های بسیار زیاد عجیب و غریبی. کلش به نام چی؟ دین. در کنار از او دین و نصرانیت وقتی همین کتاب هایی که نوشته شده بود در دوران در وقتی که نوشته شده بود و نویسنده هایی که اینا رو نوشته کرده بودن مفاهیم زیادی از فلسفه های یونانیان قدیم هم چی شده بود؟ دخیل شده بود. دقت کردین کلش به نام چی؟ کلش به نام دین. سوء استفاده از دین و دکانداری جلو کردن از دین در کنار از او یک استبداد فکری خطرناک را رهبران کلیسا زمانی که حاکمیت سیاسی جامعه بعد ازشان بود ایجاد کردن. چرا؟ در انجیل خیلی از مفاهیم غلط داخل شده. یکی از مفاهیم غلطی است که فلاسفه یونانیان قدیم یگان گپا را گفته بودن، علم اونا را غلط ثابت کرد. چه وقت خصوصا بعد از اینکه اسلام در قرن ششم آمد، قرن هفتم یا ششم، قرن هفتم آمد، اسلام همزمان با خود یک انقلاب علمی را هم آورد. دقت کردین جهان اسلام مرکز علم و دانش بود و بیشترین دستاوردهای علمی را مسلمان ها در مقطع خاصی از تاریخ به اصطلاح به خود حاصل کردند. امی دستاوردهای جدید علمی از راههای مختلف کم کم به اروپا هم انتقال کرد و در خود دانشمندان اروپایی هم به بعضی از دستاوردهای جدید دست پیدا کردند که آنچه که در کتابهایشان وجود داشت او را باطل میکرد. مثلا بعضی از عقاید غلطی که در بین مسلمان ها هم حتی تا امروز ماندنی، مثلا میگه زمین نفهمم چی را داره، سر شاخ گاو است و گاو نفهمم پشت ماهی در دریاست و دریا نفهمم از پیش خانه بی کدام تا از یا تیر شده باشه. گپای بسیار اما احمقانه و پوچی را باورمندن. این خرافاتای بی معنا. خب به نام دینی را باور در بعضی از کتابای تفسیر ما شو میرخن گپای بی جای وجود داره. امینا در بین از اون مردم شایع بود به عنوان عقاید دینی. اسلام وقتی آورد دستاوردهای جدید علمی این خرافات را رد کرد. اما این خرافات در جامعه مسیحیت به نام چی بود؟ به نام دین. اینجا یک تقابل میان دین و علم ایجاد شد. دقت کردین؟ شما اصطلاح قرون وسطا را شنیدین نه؟ قرون وسطا یک دوران بسیار تاریک میگن. این دوران تاریک متعلق به کیست؟ متعلق به اروپا، نه متعلق به ما. خب
قرون وسطا متعلق به اروپا است. قرن 9 تا 16 یا 15 میلادی قرون وسطا وقتی گفتم میشه، بس شما خواسته باشین یک به اصطلاح یک دوره را به تاریکی و عقبمانی مثال بتین، بهترین مثال بگین چیز این کار قرون وسطایی است. این افتخار از اروپایی‌ها است که مثال زده میشن برای عقبمانی و برای انحطاط و برای گپا. دقت کردین؟ یک حالت وقت اسلام آمد و یک انقلاب جدید علمی آورد و مفاهیم غلط فرضیه های یونانیان قدیم که وارد انجیل شده بود را باطل ثابت کرد. اینمی مفاهیم به نام دین در جامعه بود. کلیسا مجبور شد چی بکنه؟ در مقابل علم قرار بگیره. در مقابل علم قرار گرفت چی رقم؟ یک اصطلاح از به نام محاکم تفتیش عقاید، محکمه جور کردن. در اونجا تو نبود که مجرمین ببرن، مردم هم میبردن پرسان که تو چی عقیده داری. مثلا اگر تو یک گپ علمی را که از یک دانشمند شنیده بودی و میگفتی، میگفت این نفر کافر شده، سعی که گپ فلانی عالم میگه خلاف انجیل عمل کرده، الا نفر بگیریم بکشن. خیلی از انسانها را زنده سوختاندن، خیلی از دانشمندان علوم تجربی را سوختاندن، خیلی هایش کشتن، خیلی هایش زندانی کردن، خیلی هایش تبعید کردن، خیلی هایش مجبور کردن توبه بکنه بگه من را میگم غرض نیست، هر چی که شما میگین مسیحیست. شما اگه بگین این دیوال سیاست و میگین بیخی سیاست، چرا ضرورت دارید ما رو بکشین؟ دقت کردین؟ استبداد بسیار ظالمانه فکری ایجاد کرد. کسی حق نداشت خلاف فکر کلیسا فکر کنه. اگه فکر میکرد به عنوان کافر و به عنوان مرتد و به عنوان مشرک چی میشد؟ کشته میشد. خب این استبداد فکری یک عامل اولش بود. حالا اینا تو نبود که تنها خود در مفاهیم فکری به اصطلاح کلانکار بدن. میگفت ما وقتی نمایندای خدا هستیم صلاحیت تعیین زمامدار هم صلاحیتای کیست؟ ما. کسی را که ما بگیم این پادشاه رئیس دولت اونموس، شما حق مخالفت هم نداریم. اگر با گپ ما مخالفت کنیم با گپ خدا مخالفت کنیم. این باعث استبداد چی شده بود؟ سیاسی شده بود. زمامداران سیاسی فقط کافی بود تایید ملاهای به اصطلاح زمامداران چی را داشته باشه؟ رهبران کلیسا را داشته باشه. در قصه مردم اصلا نبودن، چون مردم مخالفت کردن نمیتونست. استبداد فکری هم داشتن، استبداد سیاسی هم ایجاد کردن. جمع استبداد اقتصادی. میگفت خب ما که نمایندای خدا هستیم، زمین از کیست؟ از خدا. ملکیت از از ماست. خب ما نمایندای خدا هستیم دیگه. دقت کردین؟ پس ملکیت هم از ماست، زمین و مثلا همه چیز. مردم کیست؟ مردم نوکرای ما هستن. اینا باید با ما کار بکنن، باید بر ما پیسه بدن، بر کلیسا پیسه بدن، و یک مقداری خاصی به عنوان کارگر برشون مزد میتیم. خلاص. استبداد فکری، سوء استفاده از دین، استبداد اقتصادی و استبداد سیاسی چند قرن در اروپا چی کرد؟ دوام کرد. کل از اینها به نام چی میشه؟ خدا، جنت، دوزخ، پیامبر، کتاب آسمانی، فلان و فلان و فلان. طبیعت انسان های وقت تحت فشار قرار بگیره ممکن یک مدت زمان طولانی را تحمل بکنه، اما انفجار حتمی است. هر چقدر فشار بیشتر شده باشه، این طبیعت فیزیکی اجسام هم هست، خب طبیعت انسان ها هم هست. سر یک نفر فشار بیارن بالاخره انفجار میکنه دیگه. و اروپایی ها بسیار بیعقل بودن که چند قرن این ظلم بسیار احمقانه را قبول کردن. چند قرن بالاخره انقلاب کبیر فرانسه شد. انقلاب کبیر فرانسه آغاز تحول فکری اروپا و عامل برای ایجاد سکولاریسم و کمونیسم و دموکراسی و فلان و فلان که ریشه سابقه هم داشت، اما عامل معاصرش هم بود. شعار انقلاب کبیر فرانسه چی بود؟ میگفت آخرین زمامدار سیاسی را با روده های آخرین رهبر کلیسا اعدام بکنه. یعنی چی؟ یعنی رهبران دینی کلیسا را بکشین، رودا از این بکشین، برین زمامداران سیاسی را که تو رودا چی بکنین؟ اعدام بکنین. چرا؟ عامل مصیبت های اجتماعی خود اینا را میدانستن. رهبران دینی و جمع رهبران سیاسی. به نام چی کارا صورت میگرفت؟ دین. دو واکنش ایجاد شد در مورد دین. یک، کمونیسم. دو، سکولاریسم به مفهوم فلسفیش. چون به مفهوم سیاسی، چون به مفهوم فلسفی کمونیسم و سکولاریسم دوش یکیست. به مفهوم فلسفی دوش یکیست. کمونیسم آمد چی گفت؟ گفت اگر دین و خدا و قیامت و پیامبر و کتاب آسمانی امیس، ما اینا را اصلا قبول نداریم. دین افیون ملت هاست. این شعار کیست؟ کمونیسم. مارکس بنیانگذار مکتب فلسفی است. کمونیسم میگه دین افیون ملت هاست. دین تحریف شده نصرانیت که توسط رهبران کلیسا در اروپا تحمیل شد واقعا از افیون هم تیر کرده بود گپش. دقت کردین؟ اما
تطبیق این سر دیگه ادیان باز ظلم است. خب هدف گپو میست به نام دین امیر رقم ظلم سر مردم. اونا آمدن دین کاملا چی کردن؟ سر دین به صورت کلی یک چلیپای کلان کشیدن. کمونیسم در دنیا آمد، سر صداش شما دیدین نه؟ از لحاظ فلسفی مارکس آورد، لینن و فلان و فلان، استالین و فلان و بیمدان، اینا تطبیق عملی برشان دادن و اونا فلسفه خود را ختم تاریخ میگفتن. میگفت تاریخ با کمونیسم چی میشه؟ ختم میشه. دیگه بعد از این دیگه فکر و فلسفه ایجاد نمیشه. و تقدیر سید قطب شهید الله متعال را رحمت بکنه میگفت کمونیسم در تقابل با طبیعت است. این خود به خود و زود سقوط میکنه. دقت کنید، به این خاطر ما دیدیم که طغیان کمونیسم دیدیم آمد دنیا را، یک بخش زیادی از دنیا را بلعید و بزرگترین فجایع را در بشریت مان که ظلمی که کلیسا کرده بود اصلا یاد انسان ها رفت. اینا به عنوان راه حل آمده بودن. خب کاری را که اینا در حق انسانیت کردن، پسترین کلیسا هم سر انسانیتی کارا را نکرده بود. تنها در روسیه 11 میلیون تنها مسلمان کشته شد. جنایات دیگه شون برین در افغانستان جنایات شهر کدام ما شما با همه وجود لمس کردیم. نه این خراب و خبیثایی که در افغانستان جنایت کردن و همگی میدانه و جالبی است که اونام شهیدا شدن. این کار عجیب غریب در افغانستان است که از عجایب روزگار ما شما مردیم. اما کمونیستایی که میگن ما افتخار میکنیم پیرو مکتب لنینیم، آل شهید فلانی خان است. الله رحم کنه سر این ملت. به هر ترتیب کمونیسم رفت. کمونیسم وقتی دین را و مفاهیم معنوی را از زندگی انسانها به صورت کامل دور میکرد، زود شکست خورد. دقت کردین؟ زود شکست خورد. چرا؟ به خاطری که نیازهای روحی و روانی انسانها در هیچ حالت نمیشه نادیده بگیریم. امو کمونیستایی که میگفتن تضرع کردن پیش یک ذات مقدس بسیار لودگی است، خودشان پیش مجسمه لنین باز تضرع میکردن. چرا؟ چون عبادت یک نیاز فطری بشر است. میفهمین؟ یک چیز یک نیاز فطری است. کمونیست‌ها باز از لحاظ تطبیقی دو بخش بودن. یکی طرفداران لنین و مارکس در شوروی بودن، یک طرفداران مائو که در چین حکومت میکنه. تا حالا همین دیوانه هستن که ظلم بسیار بسیار وحشیانه در حق مسلمانان میکنن. شرایط امروزی مسلمانایی که در چین است، خصوصا در منطقه غورا و دیگه مسلمان ها در ارومچی و این مناطق بسیار واقعا ظالمان است. اونجا زندان های 100 نفر و 200 نفران زندان های میلیونی است که مسلمان ها را در اونجا بندیستن، سرشان کارهای شاقه میکنن و سرشان جبران اونها را از اسلام میکشن. جبران بر اساس اکراه و بعد اسلام بره. مثلا در رمضان که میشه جبران برشان نان میتن، حجابشان جبران و قهرن از اونا میگیرن و وحشت و جنایاتش به حد رسیده که حتی یک عده از غربیایی که کمک منصفه مثلا سر صدا میگن. پیشتر من اخبار دیدم که حکومت بریتانیا بسیار انتقاد شدید کرد سر چین که سر مسلمان ها چرا اینقدر فشار آورده. یعنی به حد این حد ظلم از اینا زیاد است. امی مردمانی که مثلا طرفداران مائو هستن، در افغانستان ما دو گروه داشتیم کمونیستایی که خلق و پرچم بودن، یکی شولی‌ها نامشون شنیدین نه؟ شولی‌ها طرفدارای کمونیستای از نوید چین بودن. عالم فنلاندانا به زمان بستگی ملی سن نه؟ همین خرایی که در مورد ما شور میخورین و عکس‌ها رو میاردن، چلیپا میکشیدن اینا فلان، اینا همین مردم هستن. اینا دلودگی خود از کمونیستای دیگه که چند قدم پیشن. فهمیدین؟ چند تظاهراتی که برای صدام شد نه دیده باشین دیگه، همین تیف میکردن. شاخدارای دمدارای هستن که فقط از قانون انسانیتی که پا بخی بگمند و خیلی هم افراطی تر. خب یک خوبی دارن که صریح گپ میزنن. امیز مثلا بستگی ملی خیلی واضح در سایت رسمی شما بریم خیلی واضح میگه ما برای سکولاریسم کار میکنیم. گفتم آفرین، یک طرفه باشین که آدم بفهمه کی کته ما کی طرف است. دقت کردین؟ بر ترتیب کمونیسم آمد در دنیا، اما چون در تقابل با نیازهای اساسی زندگی و حیات بشر بود رفت. بعد از سقوط کمونیسم آل در دنیا دوران چیز؟ سکولاریسم است. وقتی کمونیستا دیدن که نمیشه ما با مفاهیم معنوی به صورت کامل مخالفت بکنیم، گفتن که خیر آل با دین اگر سر دین چلیپای کامل بکشیم چی میشه؟ نمیشه. پس میاییم که دین یک تعامل دیگه میکنیم، دین بندی میکنیم. در کجا؟ در داخل عبادتگاه. هیچ مشکل نیست. سکولارا میگن ما مشکل نداریم با دین، اگه کس دیندار باشه خیلی خوب، از دیندار باشه. خود دین خود در کجای خود نگاه کنه؟
در داخل عبادت. گو مسیحی دین مسیحیت داری؟ بله. در داخل روزهای یکشنبه که رفتی در کلیسا خوب مسیحی باش، هیچ مشکلی نداره. مسلمان هستی؟ بله. روزهای جمعه در جمعه در مسجد رفتی خوب مسلمان باش. از دروازه مسجد که برآمدی دیگه باز اسلام گپ نزن. در جامعه و در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از دین باز گپ نزن. هندوسی برو نفهم در مندر یک چیز دیگه کم هر پیروان هر دین اجازه میده. دقت کنید و این رقم هست که هر کس مثلا این نفر صبح مسلمان میشه، شب میره کافر میشه، دیگه صبح میره مثلا سکولار میشه، دیگه روز میشه کمونیسم میشه، دیگه روز میره یک چیز دیگه میشه. هیچ مشکل نداره. تو میفهمی کارت. دین یک امر منحصر و فردی است و رابطه است بین خودش و بین خدا. در رابطه میان انسان ها از دین باید گپ زده نشه. تو مسلمان هستی مسلمان باش، نماز میخونی نماز بخون، خیلی خوب هم است. و اینا او مفهومی از حتی از بین مسلمان ها هم کسانی که همین مفهوم دارن را تایید میکنن. در بین مسلمان ها متاسفانه جریاناتی که فعلا بین جریانات متصوف شناخته میشه، اونا دانسته یا ندانسته طرفدار همین دیدگاهن. نه عیسی از دین خود میگه، عیسی با دین خود، موسی با دین خود، بز از پای خود کشار است، گوسفند از پای خود کشار است. تو آدم خوب باش، برو داخل خانقاه شوا خوبم تو هایی هویی که دیگه چی کار داری که مردم بهترین خوب آدم است. یعنی مفهوم چرب شدگی سیکولاریسم به عنوان دین. به همین خاطر شما کتابی که پالیسی سیاست خارجی امریکا را معرفی میکنه اگه خوانده بشین، در اونجا خیلی واضح میگه غربیا، میگه ما از جریانات تصوفی در جهان اسلام باید حمایت بکنیم. چرا حمایتشون؟ به خاطر از که اونا مسلمانای خوب هستن. میگه به خاطر است که گپی را که ما میگیم اونا میگن. ما کتاب اسلام دموکراتیک مدنی و رویکرد امریکایی را در همین مسجد ما شما یک دو سه درس از خوانده بودیم. ما که دو ساده وقت بودن، یعنی تحت عنوان معرفی اسلام امریکایی. یوتیوب حالا هم هست. کم گفته بود، بس تفصیلی داشت که ما اون وقتا ضرورت بود یک کمی توضیح دادم. در اونجا خیلی واضح میگه مسلمان ها 4 گروه هستند. مسلمان های افراطی رادیکال، مسلمان های میانه رو، مسلمان های مدرنیته و یک نام دیگه هم تو برش میتونم. باز میگه که مسلمان های رادیکال جور نمیه، امکان نداره که رادیکال میگه کسایی که طرفدار نظام اسلامی است، از بعد تطبیق حدود الهی اینا میگه جهاد و حجابی گپا میگه، اینا گپشون خلاص است. تا آخر باید که از یا جنگ کنن. میگم مسلمان های میانه رو و مسلمان های هستن که در بعضی گپا که ما جور آمد کردن. مثلا میگن نظام اسلامی اگه باشه خیلی خوب است، خود نظام اسلامی اگه نبود که دموکراسی ما یک کمک جور آمد میکنیم، یک کمی رنگامیزی خودمون میتیم برش، هیچ مشکل نداره. نمونه از مسلمانان میانه رو بیچاره قرضاوی رو برداشتن. باز میگه اینا درست است که در بعضی موارد کوتاه آمدن، اما که از یام میگه جور نمیه. مثلا میگه قرضاوی درست است که مثلا میگه که ما دموکراسی میخوایم و دموکراسی از نوع خودش تعریف میکنن، نه دموکراسی ما رو میگه هم قبول نداره. یا مثلا میگه درست است وقتی بر علیه ما حمله شد قرضاوی مخالفت کرد در 11 سپتامبر، اما همین قرضاوی هم میگه وقتی ما در عراق افغانستان هستیم همین هم بر علیه ما فتوای جهاد داد. که میانه رو هم جور نمیه. یعنی اگه کوتاه هم بیایی غرب میگن نه تو یگان بستگی‌ها که تو رادیکالا داری که تو هم جور نمیه. اینا هم میگه. به می خاطر با وجود از اینکه خونیا بیچاره در مصر خیلی تنزل کردن بازم غرب اجازه حکومت برشان نداد. با کودتای نظامی دولتشان سقوط داد و فعلا هم تا الان زندانی هستن و حتی حکم اعدام برشان داده. باز میگه یک دیگه کسایی هستن که فقط خود مسلمان میگن، هیچ چیزی از اسلام نداره، میگه اینا هم در جامعه اسلامی به درد نمیخورن. یک دیگه کسایی که میگه اونا خود مسلمان میگن، در امور سیاسی و اینا دخالت نمیکنن و ابا و قبایشون هم برابر است. خیلی واضح نام میگیره، میگه تصوف. این میگه باید حمایت شود. دقت کن واضح ایده من نمیگم خود صوفی صاحب نگن تو برای ما تهمت بزنید، خودم میکنم میگن و سالانه یک مقدار مشخص بودجه رسانه‌های آمریکا برای از اونها اختصاص میده. یکی از پر مصرف ترین کارهای دعوتی امیال داخل کشورهای اروپایی و آمریکایی هم مراکز است که مسجد برشان جور میکنن. دیده باشن نه امامش هم یک تا زن تعیین میکنن و زن هم بدون حجاب میره نماز میده. بدون چادر. دیدی تو مسخره بازی بیخی. و یک کسانی که حداقل فعلا در دهان به نام نفهم رهبرای تصوف شناخته میشن، اونها هم در گیرودارها خیلی علنی و واضح که غربی ها شش تا خیز دارن بین آن از که گویا ما مبارزین بر علیه افراطگرایی هستیم. البته معنی گپ این نیست که هر کس با نام تصوف گرفت همین رقم است، نه.
ما هم در گذشته هم در حال کسانی داریم که منسوب به تصوف هستند، خوب اسلام فهمیده بودن، اگرچه خطاهای هر انسان داره، مبارز هم بودن، طرفدار نظام اسلامی هم هستن، مبارزه هم کردن، جهاد هم کردن، هم در گذشته هم در حال. دقت کردین؟ فعلا هم هست. اما این گپی که او غربی ها میگن، ما از غربی ها گپ نقل میکنم. همین فعلا هم ما کسانی داریم که به اصطلاح صوفی هم هستن، اما همون تعریفی که امریکایی ها از رادیکال مطرح میکنن در مورد از اونها صدق میشه. دقت کردین؟ یعنی منصف آدم باید باشه، خود قضاوت ظالمانه نباید بکنه. و بله یک در کسانی هستن که همین و سوء استفاده میشه از اونها در توسط استعمارگرا. البته یک نکته دیگر هم نباید انکار بکنیم که از دیگه جریانات هم سوء استفاده های میشه. دقت کردین؟ خب ما کسایی هم داریم به عنوان داران پیروی از منهج سلف هم که امو کار را میکنه که یکی دیگه از صوفی های دین فروش برغرب میکنه، یکی دیگه از کسانی به عنوان سلفی ها ما این کارا میکنن. ما چقدر کسانی داریم که هیچ هم و غم دیگه نداره بجز دفاع از نظام های غیر اسلامی. دقت کردین؟ خودشان به عنوان مخالفت با افراط در دفاع از نظام های غیر دینی افراط میکنن. و بله کسایی هم داریم که در مقابل نظام های افراط میکنن. یعنی وضعیت امروزی جهان اسلام بیخی در هم بر هم شده، به حد در هم بر هم شده که گفته ایران هیچ چیز سر جایش باقی نمانده. یک جنجالک که گدوت شده و انسان وقتی یک علم دقیق هم نداشته باشه براش حل معماها دقیق نمیشه. به خاطر خیلی از جوان‌ها را آدم میبینه که در یک تشنج بسیار شدیدی فکری کت خودن. متوجه هستین این کت خود در یک چرا؟ چون نمیتونن مفاهیم کامل حل شود برشان. در یک جای یک چیز میبینن، دیگه چیز میبینن. اما انسان که یک علم و دانش و یک مطالعه دقیق داشته باشه خیلی ساده میتونه این معضلات حل بکنه. به هر ترتیب از مفاهیم اصلی دور نشیم. عوامل ایجاد سکولاریسم در جهان غرب سوء استفاده از دین، استبداد فکری و سیاسی و اقتصادی. یک نکته را نادیده نباید بگیریم که در جهان اسلام هم به یک شکلی از اشکال با یک ادعاهای امی کارا تکرار شده. دقت کنید، البته نه با او قوتی که در جهان غرب بودن، بلکه به یک شکل ضعیفتری. امی رقم ما کسانی بودیم، امی رقمی که رهبران دینی کلیسا میگفتن ما واسطه بین انسان ها بین کیستیم. در جهان اسلام کسایی نیست که میگه شما میگه به خدا رسیدن نمیتونی مگر یک از طریقی که باشه از آدرس ما باشه، تو حتما باید بیایی برای ما بیعت کنی، دست و پای ما رو بوسه بکنی، پیسه ایتم برای ما بدی، کل کارا رو بکنی تا به خدا برسی. اگر نه دیگه امکان نداره تا به خدا برسی. اما درست نیست. دیدین دیگه نمونه شهر رو شما میبینین عین کارا شده. دقت کنین کسانی هم هستن که امیال همو گپره که اونا میگن ولو هیچ دلیل معجزه شرعی نداشته باشن میگن امی گپ خدا پیامبر است. ببین گپ خدا پیامبر خو در دهان مسیحیت مشکل بود که یک نفر واقعا برای به حقیقت سخن الله پیامبر برسه. چرا؟ چون منابع دین از اونها هم تحریف شده بود. اما در اسلام خود ساده است دیگه. ما منابع ما الحمدلله چیز تحریف نشده، منابع ما دست نخورده هست. درست است که میتونه یک نفر از لحاظ در ذهن خود بیا قرآن تحریف کنه، اما حقیقت قرآن خود تبدیل نمیشه. پس ما برای رسیدن به حق منبع داریم. هر کس که میگه گپ به حق است قرآن واضحه است، بفرمایید بر اساس قرآن ثابت بکنه، بر اساس حدیث پیامبر ثابت بکنه. دقت کردین؟ اما برای یک مسیحی مشکل بود که حقیقت دین مسیحیت پیدا بکنه. چرا؟ او مجبور به انجیل بره، خب انجیل هم تحریف شده بود. دقت کردین؟ گپ چیسته؟ عوامل و انحرافاتی که باعث ایجاد سکولاریسم در جوامع غربی شده بود به یک شکل نسبتا ضعیفترش در جهان اسلام هم بوده. به همین خاطر او کسانی که اسلام نمیفهمند و قضاوتشان در مورد اسلام به عنوان یک دین است، اما قضاوتی که در مسیحیت در مورد مسیحیت بود. دقت کردین؟ عین گپ میگن. وقتی تو برش میگی نظام اسلامی میگه امو ظلمی که فلانی کرد. دقت کردین؟ یعنی اینو به نام چی میدونن؟ امو رقمی که حقیقت دین عیسی علیه السلام در نزد یک عده از پیروانش گنگ باقی مانده بود و انحرافاتی که کلیسا انجام داده بود به عنوان دین میدونستن. عین کار در جهان اسلام متاسفانه شد. یک عده از کسان به عنوان مسلمان، انحرافاتی که یک عده از کسان به عنوان ملا و عالم نمیفهم، به عنوان پیر و به عنوان فلان و فلان و بیمدان این کارا رو کرده بودن. عین اینمی عوامل چی شده بود؟ در جهان اسلام به شکل ضعیفش وجود داشت و به همین خاطر یک عده از کسان در جهان اسلام هم طرفدار دیدگاه‌های سکولاریستی شدن. عوامل از این چی بود؟ یک، حقیقت اسلام را نمیفهمیدن، عدم آگاهی درست از اسلام. عملکرد ما و احمد و محمود به عنوان چی میشناختن؟ به عنوان دین میشناختن. فلانی مولا در فلانی جای اینطور کار کرد، این دین خامیس. فلانی پیر در فلانی جای فلانی کار کرد، دین همیست. دینمی اهانت کردن است. ما باید بریم پیش یک نفر خمچم خدا باید بکنیم، پیش دو سجده بکنیم. خب بیره کار نداره. دین همیست که مثلا ما برو حیثیت فلانی چیز ما بره، بیره کار نداره.
عدم آگاهی درست از اسلام و تعریف غلط از اسلام ارائه کردن توسط کسانی منسوب به چی؟ منسوب به اسلام. کسانی که منسوب به اسلام بودن، چه به نام عالم، چه به نام نیفهم فلان، به نام دعوتگر، به نام پیر، به نام مرشد، به نام فلان فلان، اینا آنچه که از اسلام میگفتن تعریف از اینها هم دقیق نبود و مردم حقیقت اسلام نمیفهمید. این یک. به این خاطر از اسلام چی شدن؟ فاصله گرفتن. دوم، اشغال و استعمار مستقیم نظامی سرزمین های اسلامی. استعمارگرا بعد از سقوط خلافت اسلامی آمدن سرزمین های اسلامی را عملا با قدرت نظامی گرفتن. مصر، الجزایر، نمیفهمم، همه کشورهای اسلامی تحت اشغال و طبعا استعمارگرا وقتی بیان با توپ و تانک نظامی خود طبعا مفکوری خودم میارن و در جهان اسلام هم یک جنگ فکری کلانی را برای انداختن. در جهان اسلام چی کردن؟ جنگ های فکری کلانی را برای انداختن، مفاهیم اسلامی را تحریف کردن، اسلام را غلط برای مردم معرفی کردن، خود حامی و طرفدار عدالت و حق معرفی کردن، اسلام را طرفدار به اصطلاح خودشان به عنوان عامل بر وحشت و نفهم ظلم و تجاوز و فلان و بیمدن و در تبلیغات درسای ساده در مورد جنگ فکری در کدام شما خوندید. و در کنار از این مسلمان ها هم مصروف و درگیری چی شدن؟ مصروف درگیر اختلافات داخلی خود شدن. مثلا اونا در کله یک دیگه خود میزدن، اونا برنامه‌های خود عملی کردن و متاسفانه این باعث شد که در جهان اسلام سکولاریسم به گونه از انواع متاسفانه شایع شود و کسانی طرفدار از او باشند. خب راه حل چیست؟ راه حل ساده است. امی عوامل باید چی شود؟ دور شود. اول باید آگاهی دقیق از اسلام پیدا شود. درست است، قدم اولی است. بعد استعمار و اشغال نظامی دور شود. به خاطر اینکه بدون آگاهی حتی اگر استعمار هم دور بکنیم به نتیجه مطلوب، قدم اول فهم دقیق اسلام است. بعد امی جنگ های فکری که برای انداخته شده را پاسخ داده شود و اختلافات داخلی خود را بر روش های شرعی حل بکنیم. دقت کردین؟ اینا میتونه عوامل ده که باعث ایجاد سکولاریسم شده را جبران بکنه. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. امیدوارم دوستان چیزایی از گپایی که